سردار جمعه خان اسماعیل زهی در واقع یک چه سرداران بلوچ بوده که ته زمانی که انگلیس به منطقه هند مسلط بوده و هندی تحت استعمار داشته و انگلیس مبارزات زیادی داشته داخل منطقه بلوچستان و مانع نفوذ آیان تا این منطقه بوده. داخل دوران زندگی سردار جمعه خان در واقع همانطور که ما گفتیم سراسر جهان درگیر جنگ جهانی اول بوده و خب ته این زمان کلا منطقه ایران و این منطقه علل خصوص خشکسالی زیادی داشته و مردم و بعضی چندان مناسبی مواجه نبوده. ته همین زمانی که سردار جمعه خان در واقع ته جوانی به سرداری رسیده و آقای به همراه چند تا دیگه از سرداران بلوچ با هم دیگه متحد بیان و وقتی انگلیسیان تا این منطقه شروع کنن به مبارزه. نهایتا مبارزات آیا اینکه انگلیسیان اذیت کنده که انگلیس و بریتانیا مجبور بی که یکی از ژنرالان اصلی وقت برای سرکوب سردار جمعه خان به این منطقه دیم بده. جمعه خان اسماعیل زهی تا سال 1866 میلادی به دنیا یافته تا منطقه و روستای شورو. آقای بعدشی که به سرداری رسیده و انگلیس جنگ‌های زیادی انجام داد که نهایتا انگلیس مجبور بود ژنرال و یعنی ژنرال دایر تا سال 1916 میلادی به منطقه بلوچستان دیم بده. در واقع جنگ جهانی اول چه سال 1914 شروع بوده و زمانی که انگلیس این ژنرال به بلوچستان دیم داده در واقع ما وسط جنگ جهانی اول تقریبا. ته این زمان یکی از مهمترین مستعمرات انگلیس هنده و دولت عثمانی و آلمان قصد داشتن که چه طریق منطقه بلوچستان به هند حمله بکنه. همین موضوع باعث بیدن که بریتانیا زودتر اقدام به تصرف بلوچستان بکنه تا مانعی حمله ببیزه. این ژنرال داخل دفتر خاطرات و درباره حمله جمعه خان به نیروهای انگلیسی ترکان نویسید که طی حمله هم خیلیش نیروهای انگلیسی کشته بوده و هم ما خیلیش مهمات بده دست داده و با اینکه ما خیلی شجاعانه جنگ کرده و متاسفانه به پیروزی نه. محمود زنده مقدم هم در رابطه با این نبرد ترکان نویسی که 74 نفر انگلیسی و 18 نفر چه اسماعیلی‌ها طی درگیری کشته بوده و یه تو که منابع محلی گوشن و ما سرچ کو در واقع تو اینم بگشن که جمعه خان ته این حمله به این دلیل پیروز بیده که بعد زیرکی نیروهای انگلیسی به قسمتی چه منطقه کشیده که آیا متونه چه سوار نظام وقت استفاده بکنه و جمعه خان که بعد منطقه خیلی آشنا بوده وگرنه خب بعد مهمات و قدرتی که ارتش انگلیس آن زمان داشته طبیعتا جمعه خان نتونه به صورت برابر با آیان مبارزه بکنه. نهایتا این ژنرال دوباره به منطقه بلوچستان برگردیده و تجدید قوا کرده. این سفر آیی که در سیاست وارد بی و شروع به جنگ تن به تن نکرد، چرا که زیسا اگه جنگ تن به تن ادامه بدن با توجه به مهارت نظامی و تاکتیکی که جمعه خان داری نتونه اگه داخل منطقه باید شکست بدن. فهمی آی شروع کن به تهدید کنه مردم منطقه بلوچ و هشدار دادن که اگه مردم بلوچ گو آی همکاری مکنه آی تمام غلات و مزارعی که وجود داره نه با آتش کشیده و خب تا زمان که قحطی بود و اصلا این غلات این که اهمیت داشته مردم نتونستش که بدون غلات زندگی و ادامه بدن و شید تقریبا مصادف بوده و مرگ خیلی چه مردم مند. این موضوع باعث بیده که سردارانی که به جمعه خان متحد بودن تسلیم ببینن و جمعه خان تهنکا بمانی در برابر انگلیس. نهایتا جمعه خان هم مجبور به تسلیم. در واقع ژنرال دایر زانته که جمعه خان به مناطق استراتژیک و داخل کوه ها پناه بوده و نتونسته که آیگه به این مناطق شکست بدنده. اما خب جمعه خان هم نتونسته که چه پشت کوه ها و داخل پناهگاهانی که بهت پناه بوده
چه مزارع مردم دفاع بکنه. همیشه باعث بی که نهایتاً به خاطر مردم تصمیم بگیره. بالاخره جنگ جهانی اول هم تمام بی و انگلیس تقریبا این منطقه ترک کرده. اما خب تا سال 1928 میلادی گروهی که خوانین بلوچ اعدام بیان و همیشه باعث بیتن که بلوچ مرد و علل خصوص جمعه که حکومت رضا شاه پهلوی کینه به دل بگیره. این اعدام و همچنین بدرفتاری که در واقع سربازان ارتش و مردم بلوچ داشتگه نهایتاً باعث بیتن که جمعه خان و چند تا دیگه چه سرداران تا سال 1931 شورش بکنه. اما خب این شورش دلایل مختلفی داشته. جای دیگه داخل کتاب حکایت بلوچ یترکو عنوان بیتن که موارد مختلفی از جمله تجاوز یکی چه سربازان امنیه به دختری گوربند و دستور اجباری شدن کلاه پهلوی و کشف حجاب و باقی مسجد گوهرشاد شامپک باعث بودن که نهایتاً جمعه خان این شورش تا سال 1931 انجام بده. که سال 1931 یعنی سالی که جمعه خان شورش کنده، فرمانده لشکر 8 مکران سرتیپ محمود خان امین بوده که آیی اتفاقاً همین تاریخ هم یه مولای به نام مولا دور محمد ته شروع اعدام کنده که همات که مگوه شروع زادگاه جمعه خان بوده. میرزا نیک محمد ته کتابت یه طور که نویسید که این مولا یعنی مولا دور محمد مولای سردار جمعه خان بوده و یه جورای مشاور آی بوده که آیی همیشه علیه رضا شاه تحریک کرده و گشته ای که رضا شاه کافره و مش ما باید علیه آیی قیام بکنیم. نهایتا تمامشان باعث بودن که جمعه خان شورش بکنه. اما خب امکاناتی که ارتش داشته جمعه خان نداشته و ارتش پهلوی با انجام عملیات‌های هوایی و زمینی جمعه خان شکستند. جمعه خان دوباره تا سال 1934 علیه ارتش شورش کنده و دوباره ارتش به فرماندهی سرتیپ البرز عملیاتی علیه آیی شروع کرد. البته ته این زمان داخل یکی که بخشنامه هایی که وجود دارید تونه بگشیم به واحدهای ارتش یه تروکا دستور دهیگ بیدین که فقط به فکر دستگیری جمعه خان ببین و عموم مردم و سایر مردمی که ته منطقه همکاری و جمعه خان نداره هیچ گونه اذیت و آزاری مرسینه و هر کسی که اذیت بکنه مردم عادی منطقه را به سختی تنبیه بیده. ارتش زمانی که به دستگیری جمعه خان به منطقه بلوچستان یته به هر حال نتون بدون کمک مردم محلی اصلا به تعقیب جمعه خان هم بروده. به همین خاطر اینکه گروهی چه افراد چه طایفه های مختلف ارتش راهنمایی کنه تا جمعه خان دستگیر بکنه. اما خب همین افراد که به ظاهر گوه ارتش هور بودگه چه پشت سر و پناهکا جمعه خان همیشه صحیح کرده که ارتش چه قصدی داری تا آیا بتون چه دست آیا. همچنین آیا همیشه جمعه خانش پیشنهاد داده که سعی بکن کسی داخل این جنگان کشک نبید تا راه صلح باقی بمانید. نهایتاً طبق چیزی که میرزا نیک محمد باشیده راهی که جمعه خان چه دست ارتش فرار کنده ته آزمان ته دست نارویان بوده و آیا جمعه خان کمک کنن که چه دست ارتش فرار بکن و به سمت پاکستان و بلوچستان داخل پاکستان برو. ته این زمان که جمعه خان فرار کنده پاکستانی وجود نداشته و منظور ما چه پاکستان فعلیه، یعنی بلوچستان که الان داخل پاکستان فعلی قرار دارید. ته آزمان پاکستانی نبوده و آن منطقه که الان داخل پاکستان قرار دارید تحت نفوذ بریتانیا بوده و انگلیس کامل تا این منطقه نفوذ داشته. برعکس این منطقه بلوچستان مرکزی که انگلیس هیچ نفوذی نداشته آن منطقه دست انگلیس بوده. جمعه خان و افراد بعد نهایتا چه ایران خارج بی و به روستای پیران رو واقع در مرز پاکستان و ایران
که نهایتا دولت انگلیس که بودن قدرت دست داشته جمعه خان پنوشکی دیم تنوشکی نهایتا جمعه خان نتون بمانید و با آی پیشنهاد دن که به سند بروده و او بودن آیی که پیشنهاد زمین دن تا چنوشکی بروده. اما خب جمعه خان آدم نبوده که فرار بکنه و خب طی سالها که وطن و دور بوده، اما خب جمعه خان آدم فرار نبوده و نهایتا تصمیم گرفته که پی ایران بگردیم. وقتی آی به تهران روته همراه آی شریف خان بوده. شریف خان یه دروکات گوشیده که ما زمانی که تهران بوده انتظار داشتیم که حکم اعدام ما صادر ببین، اما خب این خبر پر ما رسته که رضا شاه ماری عفو کرده و ما توانیم که بعد خرج دولت داخل تهران زندگی بکنیم. در واقع یه جورایی توانیم بگوشیم که رضا خان جمعه خان تبعید کرده و تبعیدی به حکم اعدام ترجیح داده. اما خب چیز دیگه که شریف خان گوشیده این که آیا خیلی گما خوش رفتار هم بوده. مشما الان طایفه اسماعیل زهی در واقع کمتر گنده و اکثر افراد این طایفه فامیل شهبخشی. در رابطه با این تغییر نام توانه بگوشیم که بعدشی که جمعه خان چیران روته یه تلگرافی چه وزارت جنگ رسید به امضای سرلشکر زرقامی که رضا شاه نام شهبخشی به این طایفه انتخاب کرده. جمعه خان بعد اتفاقات 1320 و کودتای 1320 که در واقع رضا شاه چه سلطنت خلق کنه درخواست بازگشت به وطن دهنده و محمد رضا شاه تا سال 1322 و تی درخواست موافقت کرد و جمعه خان که طی زمان تا اصفهان و کاشان بوده دوباره به وطن و بلوچستان برگرده. محمد رضا شاه علاوه بر لغو حکم تبعید جمعه خان دستور ده که تمام املاک آن دوباره به آیی برگردینه ببینه و جمعه خان هم تا آخر عمر وقت یعنی 3 سال بعد از بازگشت آیی که تبعید تیبتی روستا زندگی کرده. در رابطه با زندگی جمعه خان مشما توانه این نتیجه بگیریم که آیی مخالفت زیادی به انگلیس داشته و اگر اقدامات آی و جنگ‌های آی مبودی شاید الان انگلیس داخل این منطقه هم نفوذ زیادی داشتی مثل هند و خب بعدها هم که آی علیه حکومت رضا شاه شورش کنده فقط به دلیل وطن پرستی آینه. تاریخ بلوچستان مدیون افرادی چون جنید خان شهنوازی، لشکرخان گمشادزهی و جمعه خان شهبخشی و مشما و این افراد واقعا دین بزرگی داره. اگر بلوت زندگی جمعه خان هم یه خلاصه‌ای بکنی ببینیم بگوشیم که آی تا سال 1866 میلادی به دنیا یفته و تا سال 1916 میلادی که حمله ژنرال انگلیسی به بلوچستان آی جنگ‌های زیادی به انگلیس با موفقیت تمام کرده و تا سال 1916 که در واقع طی همین ساله که ژنرال انگلیسی به بلوچستان حمله کرده آی جنگ‌های پراکنده موفق زیادی به انگلیس داشته و حتی تا حدی و تی ژنرال هم مقاومت کرده. همچنین آی تا سال 1931 و 1934 هم شورش کرده علیه حکومت که نهایتا مجبور بیشه منطقه بلوچستان فرار بکن و به سمت بلوچستان داخل پاکستان فعلی برو که بعد دوباره برگردی به ایران و بعد تبعیدی که آی دیم دین تا سال 1943 دوباره به زاهدان و روستای شروع برگردی و 1946 هم آی وفاته.